انسان به صورت موجودی کاملا تلقین پذیر طراحی شده. آنچه که تو ذهنت اتفاق میفته، آنچه را که باور میکنی، آنچه را که داری تکرار میکنی، در یک کلام آنچه که بهش توجه میکنی رو داری دعوت میکنی به زندگیت. و اگر احساس خوبی داشته باشید، معلومه که افکاری رو دارید بهشون توجه میکنید، ایده هایی رو دارید بهشون توجه میکنید که در مسیر رسیدن به خواسته هاتون هستند. همه چیز میتونه بهتر بشه اگر بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. به خاطر اینه که تمام اتفاقات زندگی ما داره در لحظه رخ میده. ما با توجهمون داریم اتفاقات رو به وجود میاریم. ما با توجهمون داریم به خداوند اعلام میکنیم که چه چیزی رو میخوایم و نمیتونیم در آن واحد هم به یک موضوع مثبت توجه کنیم و هم به یک موضوع منفی. یعنی ما در هر لحظه یک نوع فرکانس رو میتونیم بفرستیم به جهان هستی، یا مثبت یا منفی. یادمون باشه که جهان هر لحظه داره به افکار و فرکانس های ما پاسخ میده. چه فرکانس هایی بیشترین تأثیر رو در زندگی ما داره؟ اونهایی که بیشتر از همه تکرار میشه، که بهشون میگیم باور. یعنی وقتی یک فرکانسی به مقدار خیلی زیادی تکرار بشه که در واقع از کانون توجه ما شروع میشه، اون فرکانس وقتی که زیاد تکرار میشه تبدیل میشه به باور و باورها هستند که اتفاقات اساسی زندگی ما رو رقم میزنن.